umur sar oldu. Yine dide ne o da mora dide. Ana muca gori savra. Bismillah. La Torhana, ilahe illallah. gori torhana. Muhammed Resulullah. Gori ankabut şanamaya. Eğer yoluna doğru alacağım hıdadatsı. Divinim kilometre karib raha. Kuam bolora. جو میرم اینجا اینمی راه داره راه اینه این طرف قطی راه دارن که میری روز راه داره شد این در کرنس این از صورتوش دیده اینمی صورتوش آه نه باید حجیو قطی حجیوی سانهی یکم و حجیوی سانهی 25 قطی سیاحت مکه داریم امروز غور صاحب واریم شونا ای انا مد سانگا دیدی اینا orada نه پیش میبرو اود نبی سوندگی کو یکی از ثروتمندان عربستان سعودی صدقه جاریه به نام مادرشان ساختگی. مادر این کس هم عایشه نام دارد. به نام مادرشان همین مسجد را ساختن صدقه جاریه. و این خانه هایی که در اطراف میبینید یک قسمش فروشی و اجاری است، یک قسمش برای کمبیزاتان وقف در راه خدا داده میشد. این خانه که میبینید یک قسمش هم میفروشن یا اجاره میدن، یک قسم دیگه برای کمبغلا خانه بی پول میتین که این چی دلالت بر دست بخیری این انسان میکنه که در راه خدا به خلق خدا همیشه خدمت میکنه. مسجد راجحی. خب آجا محترم ببینید خوشا به حالی مثل مادر همین آدم که نه از دنیا گذشت اما فرزندش عملهای نیک میکند، کارهای خوب میکند، در حق پدر و مادرش میبخشد. ببینید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که فرزند آدم که از دنیا که گذشت با خودش یگام چی نمیبرد. از پشت ما و شما وقت از روزی که مردیم از دنیا که گذشتیم ای پشت ما یک کس نمیرود، نه زنمون، نه فرزندمون، نه شوهر، نه پدر مادر، نه مال، نه وظیفه، نه اون دو دستگاهی که داریم. یگام که هم مرنه که میمونی دست خالی میره. یک کفن همین 1 متر دا میپیچونه، یک کفن سفید ده کیسه هم نداره که 4 تنگه دا قطعی ببره یا تنگه کیلو یا که زنها باشن هم گردنبند کیلویشان برن. یگام چیز نمیبره. همشه در دنیا میبینید صاحبش دیگه آدما میشن، دیگران میگیرن استفاده میبرن. نه که جوابش ما و شما میتیم. جوابش هر یک آدم همون مالش خودش جوابش میده. چقدر وزنی است. حاجا محترم درباره این کم تا پس گپ میزنیم. فقط شما تماشا کردن گیرید، بعد من صحبت میکنم. از طرفی دست راستمون اگر تماشا کردن گیرید خانه های نهاد با دبدبه در این منطقه، در اینجا اکثریتش بایهای شهر مکه در همین منطقه زندگی میکنن و از جمله امام های حرم، همون امام هایی که میبینید در اسبشون نماز میخواد صدای زیبا داره، عبدالرحمن سودای شورای ماهی معیقلی بندربله. اکثریت همونها خانه هاشون در همین کوچه ها هستن، حتی پشت اون کوه هم همیشه حولی های کلان، کوچه های کلان است و در همین اطراف ها امام های حرم زندگی میکنن. این کوچه را کوچه عوالی میگن. از طرف دستی چپ بله رو بیافتم، از طرف دست چپ هم بینید یک شهرک کلان است در یک شکل ساخته شده. در روز بین 7-8 مناره‌های مسجد هم میتواند. این بایلی گرداک است، شهرکی عسکری است که در اینجا همون کسانی که در قسمت‌های حربی کار میکنه برای اونها خانه داده شده یا اهل و عائله و فرزندانشون در اینجا زندگی میکنن، در خدمت خلق هستند. از جمله در خدمت حاجیان، همون عسکرانی که در اطراف کعبه میبینید که همه را به ترتیبات می‌دارند، خانه‌های همونها است. خب آجا محترم خیلی جاریه چی از آجا محترم؟ راه ساختن، کارپلوک ساختن، آب کشاندن به بعضی قشلاق‌های بی آب است، چاه کندن که به مردمی که نیاز به آب دارند، درخت شناندن که از اون درخت از سایگیش، از برگش، از میوهش، از هیزمش اگر مردم استفاده برن، همه اینها رو صدقه جاریه میگن. صدقه جاریه یعنی مثل آب روان، جاریه است، همیشه روان است، یعنی ثوابش رفتن میگیره. هر روزی که استفاده برن شما هر روز ثواب میگیرید.
مسجد ساختن است که هر یک نمازخوان قدمش در دور مسجد می‌بینن با همون چه نمازی میخونن، شب زنده داری میکنن در مسجد، 5 وقت نماز فرض میخونن، سجده دوران دراز میکنن، دعاها میکنن، به قطار ثواب انمون نمازخوان شما ثواب میگیرید. قرآن در مسجد میمانی، صدقه جاریه به نام خود، به نام پدر مادر، کدام عزیزی نمانی، برای کدام آدمی که برای شما عزیز است. همه قرآن که یک بار ختم کنن، شما در قبر هم باشید یک ختم ثواب اجر میگیرید. چی در دنیا زنده باشید، چی اگر گذشته هم باشید اجر ثواب میگیرید. دویمش علمی که در اون فایده است. معلم هستی، مربی هستی، چیزی هست که به خلق خدا فایده میاری، در اون چی است؟ ثواب است. این کمترین علم که دهقانی. بابا وجود دهقانی را میتونیم که من مکتب نخوندم، ایشا نکردم، ای پشت زندگی ای دست فقط همین دهقانی میاد که خانه سازی. انا میرم تعلیم بدی به فرزندات، به شاگردات، به نویرهات، به نوسهات، شما در برابرش چی اجر میگیرید، چون که ای علم شما و یا استفاده بودن. بعد شما اونها محنت میکنن، اونها یک لقمه حلال میآورن، هر لقمه حلالی که میخورن شما ثواب میگیرید، چون که ای شما فایده بردون، ای علم شما. این دانشگاه ام القری است، یونیورسیتی ام القری. دانشگاه ام القری هم دنیوی است و هم اسلامی، هم علمای دنیوی را دارد و هم علم اسلامی را دارد که در اینجا فرزندای اهل مکه عربستان سعودی آمده تحصیل علم میکنند. امروز روز عادخی است، چون که در عربستان سعودی روز جمعه و شنبه روز تعطیلی عادخی است. از روز یکشنبه تا پنجشنبه روز درسی است و این دانشگاه فقط برای پسرها است، چون که در عربستان سعودی آجی محترم، در عربستان سعودی مکتب‌های میانه، دانشگاه‌ها دخترها علاحده میخوانند، پسرها علاحده میخوانند، به خاطری که به یکدیگرشون در طلب علمشان خلل نرسانند. در مقابل همین دانشگاه از طرف دست چپ تا نوجه محترم ببینید تا پایان همون کوههای بلند، من هم پرده‌های سفید هم می‌بینید در بین همین زمین‌ها. اینجا زمین عرفات است. زمین عرفات یکی از زمین‌های مهم در حج فرضی است که در حج فرضی باید هر یک حاجی در اینجا باشد. اگر که نباشد از گردنش حج فرضی ساقط نمیشد، یعنی اون حج فرضی رو به جا نمیاره. کلید تمام عبادت ها است. اگر ما شما نمازمون در نزد خدا قبول نشود، در روز قیامت یگام عملهای ما شما فایده ندارد. حج میکنی، زکات مال میکنی، صدقه میکنی، آدمی دست به خیر هستی، معرکه میکنی، خدایی میکنی، یگانتش در نزد خدا قدر ندارد. چرا؟ چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و میگه که اگر روز قیامت خدا حساب کند بنده اش را، اگر نمازهاش قبول شود دیگر عملهاش در نزد خدا اعتبار دارد، قبول میشد. نه اگر نمازش قبول نشود در نزد خداوند، عملهاش همش برباد میرود. حتی ببینید همون شاعر فارس تاجیک ما و شما همون وقت شعر مینویسن بیچاره، از همون مغز قرآن حدیث رسول الله مینویسن. چی میگه شاعر؟ روز محشر که جانگداز بود، اولی پرسش از چی است؟ از نماز برادر عزیز. یکمین چیزی که بعد کلمه شهادت ما و شما را خداوند میپرسد از عملهای دنیا من، از کار دنیا من نماز است. نماز تا خواندی بنده؟ ها خواندم خداوند. خوب ببینیم به خاطر چی خواندیش؟ از برای خدا بود، از برای ریا بود، یا از برای پدر مادرم جنگ میکنه گفته خوندی، یا از ترسی چی خواندی گفته؟ از ترسی استاد، از ترسی داملاد بود، یا که مردم گه که ها نماز خوان بوده دختر، یا که مردم گه ها نماز خوانه دخترشون بعد برای ما شما بکن، یا که اون دختر نماز میخواد که به خاطر که یک مثل با شوهر براد، به خاطر شوهر خواندی. اگر به خاطر اینها باشه اونها قبول نمیشه راجبته، اینا مطمئن باشه. و همون خاطر انسان همیشه کوشش میکنه که نیت خالصانه کنه. ببینید اصحاب کرام صحابه های پیغمبر خدا صلی الله علیه و میگه هر ساعت نیتاشون نو میکردن، هر ساعت. برادر عزیز ما یک بار نیت میکنیم میگیم خداوند هم اول سفری که حج میایم میگیم خداوند هم حج از برای خود باشه، میایم حج میکنیم ماشاءالله بهترین نیت خوب کردیم بهترین. نه که در بین که میایم بعد مردم هم میبینیم که امرامون هم میبینیم که هر مثلا سه بار حج میکنه میگه من سه بار کرد، او فلانی حج کرد که سه بار، انا از برای فلانی کرد به خاطر که او کرد من میکنم، یا که خدمت در پیش اون نشان میدم. اگر این کار شد اون حج شما از برای خدا نیست، از برای انام آدم است و خداوند هیچگاه نمیخواهد در عبادت خود شریک بیارد. شما وقتی که از برای دیگران میکنید ریا است، این رو شرک اصغر میگیرید، چی است؟ کفر معده هست.
یعنی شما کافر نشدید نیکی به خدا شریک آورد به معنی که در عبادت از برای خالصانه از برای خدا نبوده از برای آدما بود که آدما بودن که هر نمازخوان بود است هر شب زنده‌دار بود است هر روزه‌دار بود است هر چی حج زیاد میکردن چند بار عمره کردن. برادران عزیز ما محنت میکنیم قدم خودمون میمونیم در این پسبای شهر مکه عذاب میکشیم مسجد مادرمون عایشه میریم بعد اون کعبه میرویم طواف میکنیم آخه همه محنت میکنیم عذاب میکنیم همین از برای خدا که ثواب شه بگیره از برای مردم نکن نبود که مردم چیزی بگن نگن اون مردم هم رنگ ما خودت آدم گناهگاره همین ما شما هممون گناهگاریم از داملوش سرگرگی تا بوده که آدمی باوردار است که همه گناهگار است فرزند آدم به گناه نمیماند لیکن همه در گناهش متفاوت اینه پس تو بلند است بعضیش زیاد گناه میکنه بعضیش کم میکنه تو بعضی لیکن همه ناقص است کمبودی دارد بخواهی نخواهی بودن به خاطر از برای مردم نه که مردم بخواهی نخواهی میگند لیکن از برای خدا که کنیم خدا که تو را میشناسد دل تو را میدانه خوشا به حالت نجات می‌یابی و اون عملهای شما برباد نمی‌رود. حال ببینید یک جا میگه که حول کلان داره اینجا را وادی نعمان میگه. حاضر قصه‌اش ان شاء الله برای شما میگیم. خب پیش از اینکه قصه‌اش کنیم یه سوال میتم بعد قصه‌اش میگیم. خب سوال همین است که برادر عزیز سوال همین است که همین ما و شما مسلمان هستیم یا نه؟ الحمدلله. بهترین گپ گفته نه حاج محترم. الحمدلله. این به نهایت کلمه خوب است حاج محترم. یعنی شکر پروردگار. برای چی ما الحمد میگیم؟ الحمدلله. به خاطر که خداوند در شکرگزاری میکنیم که خدا هست که ما را هدایت داد این دین قبول کردیم در مسلمان هستیم. اگر که خدا این دین ما را توفیق بندگی نمیداد ما مسلمان نمیشیدیم. به همون خاطر آدم مسلمان چی میگه؟ الحمدلله مسلمان هستیم. یعنی شکر پروردگار که ما را مسلمان کرد از مسلمان به دنیا آمدم. چقدر آدم‌ها در روی زمین است چقدر میلیون ها آدم است که اونها رو خداوند توفیق بندگی دادگی نیست این دین حق را دادگی نیست از دنیا غیر مسلمان میگذره میره خدا پناه داد از این چیز اما ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم حتی ببینید در نماز که سر کنیم یکمین سوره ای که در همه نمازها در همه رکعت میخونیم چیه سوره الحمد برای چی الحمد به خاطری که همین نماز دم وقتی ما برپا شدیم قایم شدیم در نزد پروردگار در بین دست پروردگار ایستادگی هستم عبادت میکنم سر به سجده میارم الحمدلله که اون پروردگار مرا توفیق بندگی داد که ما اکنون جایی ایستادم تا پای طهارت نماز میخوانم و سویش سجده میکنم اگر که خداوند که نمیداد ما نماز خوانده نمیتونستیم در روز قیامت آجا محترم ببینید وقتی که به آدم‌هایی که در روز قیامت خداوند امر بگه که سجده کنید کافرها سجده کردن نمیتونن اما مسلمان‌ها میتونن چی بچه که اون کافرها در دنیا سجده نکردن با پروردگار سجده نآوردن همین شاخ میمونن نیست یک تخته یا که آهن وارید همین خرگاز خودش قطع کردن نمیتونه اگر همین حال دید همین چی کافرها قطع کردن نمیتونن رکوع میکنه سجده میکنه آزاد هیچ کار نمیتونه نگی در روز قیامت کردن نمیتونه همین کارا چون که همین جسمش به همین چیز آموخته نیست اما مسلمان جسمش آموخته است اون بنده حقیقی پروردگار است در اون روز سجده کرده میتونه ما شما اما یعنی کافر کرده نمیتونه خدا پناه داد از اون روز شرمندگی خب جان محترم الحمدلله مسلمان هستم انا که سوال دیوم من تو سوال میتونم تمام دیگه از زیاد نه سوال دیوم همین است از کدام روز مسلمان هستیم ها جا از کدام روز مسلمان هستیم بهترین ماشاءالله از روز میثاق بله از روز میثاق از تجربه گپ میزنیم آقای محترم اگه میثاق حجار که میاره میپرسیم بعضی انسان ها خیال هستن که ایروزی که مسلمانی ایروزی که تولد شد از مادر مسلمان است میگن یا که در شکم مادرم بودم وقتی که اون جسم کودک تیار شد ملائکه میآید بعد روح در اون انسان با همون کودک در اون طفلک پوف میکنه در 4 ماهگیش بعد اون زنده میشه و در حرکت میداره اگر نه وگرنه پیش از اون همین گوشت خالی هستی چی نیست ها شکل از جسم پیدا میکنه اما زنده نیست روح که در جسمش جا شد این را مادرها خوب حس میکنن همین روح جا شد الکی چی در حرکت میده زنده میشه اون کودک در همونجا ملائکه با امر الهی ملائکه 4 تقدیر انسان می نویسه همین میگه که در خلق پیشانی در چیزی نوشتگی باشد انمون نوشتگی در همونجا می نوشته میشود رزق روزیش عمل اجلش بعد در آخرت در عاقبت امرش چی میشود خوشبخت بدبخت میشود اون نوشته میشود
بعضی میگه از همون روز مسلمان هستم، بعضی میگه از مادر تولد در گوشم اذان گفتن، ای روزی که در گوشم اذان گفتن مسلمان هستم. عموما همه هر خیالات دارد، اما جواب درست و صحیحش از روز میثاق. از روز میثاق. خب روز میثاق چی بود و چی گذشت و کی گذشت؟ این را پیغمبر نازنینمان محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث‌های مبارکشان شرح داده که روز میثاق روزی بود که الله سبحانه و تعالی بابای آدم علیه السلام را در روی همین دنیا گفت که ای آدم، اگه خودت از امتحان نگذشتی با همسرت، در جنت امرتان کردم که از اون درخت نخورین، خوردین. من تان کرده بودم که از این درخت نخورین، خوردین. گپی برا نگرفتین، به این دنیا آمده. بعدی که بابای آدم در این دنیا آمد با مادر من حوا یک دیگرشون یافتن، در این توبه کردن. بعد خدا گفت اگه این آدم به نزد من بیا، امرش کرد که چه فرزند که از پشت تا روز قیامت هم میاد، همش از پشت برو، از سوت مهرت برو. میگه همش برو در همین وادی نعمان میگه ریخ چون مثل مورچه مای دهک بده. میگه پیغمبر خدا همه ما تاجیک است، ازبک است، عرب است، عجم است، امریکایی است، فرمان چه ملتی نباشد، یعنی بنی آدم، فرزندی آدم همش میگه در همینجا فرو از پشتش مثل مورچه خود در عالم دانه میگن، عالم ذره میگن در عربی در حدیث ها، یعنی عالم دانه داره. در همین وادی نعمان میگه بابا میگه در همین شیر قدرمون همه ریخت و خداوند میگه به همه اینها عقل داد. میگه پیغمبر خداوند به ما شما عقل داد. چرا عقل داد؟ تو که صاحب خطاب شوی، آدم بی عقل گپ زدن نمیشه. از که یک آدم بی عقل باشد گپش بزنه، گپ ما و شما رو نمیفهمد. خداوند به ما و شما عقل داد و از ما و شما پرسان شد الستو بربکم، آیا من آفریدگار شما نیستم ای بندگانم؟ آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن خداوند از ما و شما سوال کرد و در جواب ما شما چی گفتیم؟ قالو بله. ما شما گفتیم که بله بارو الها تو پروردگار ما هستی، تنها تو را میشناسیم، تنها تو را عبادت میکنیم، غیر از تو خدایی نمیشناسیم، غیر از تو معبود را عبادت نمیکنیم. در نزد خداوند ما و شما وعده داده هستیم. در دوام صحبت خداوند چی میگوید؟ آی بندگانم میگوید بالای سری خودتان شاهد باشید تا که روز قیامت که شود آمده در نزد من میره مرافات میره نه خوش است. بس خلي اول هناك عشان يكون قريب الدجاج المشكله اذا عرضت هناك بعد اومده در نزد من یک عذرخواهی که ما نمیدونستیم و ما نفهمیدیم گفته عذرهای شما را قبول نمیکنم. چون که آجا محترم روز قیامت که میشده است کافرها نزد پروردگار عذرخواهی میکردن که خداوند ما نمیدونستیم و ما نفهمیدیم و جاهل بودیم و دیگر بودیم. خداوند در جواب چی میگه؟ میگه امروز عذرهای شما را من قبول نمیکنم، چون که برای شما پیغمبرها را آمدید و اونها گوش نانداختید، برای شما کتابها را آمد کردن اونها را نگشودید و نخواندید. امروز عذرهای شما قبول نیست، به سوی جهنم روید و بئس المصیر، یعنی به دوزخ روید. خدا پناه داده. اما خوشا به حال فرد مؤمن و مسلمان از اون روز درکدار است. اگر همین ما و شما حاجی محترم فراموش هم کرده باشیم، موضوع ما فراموش کرده فراموش هم کرده باشیم، همین مسلمان بودن ما و شما دلالت به همین میکنه که ما در همون وعدمون ایستادگیم. الحمدلله، این فضل خدا است. نباشد در عصر گیرد انسان فراموش خاطر است. من مثال بیارم تا که فراموش شد. من همین شبی گذشته، این شب بین 6 7 ساعت 8 ساعت گذشته، بعضی کارهایی کردیم نیمش در یاد ما نیست. همین خیلی سوجه ما بله این شب بعضی کارهایی کردیم نیمش در یاد ما نیست. بله چون که فراموش کردیم. طبیعت ما فراموش خاطری است. اما سبب فراموش خاطری بنده، یعنی خداوند همین صفت در انسان چی به خلق کرد در ما و شما تا که حیات زندگی برای ما و شما تلخ نشود. حوض عرفات اومدیم، همراه اوجیو توی عرفات اومدیم. همراه گروه اومدگی هم یا دیگه ماشین قطعیم بیو. من خودم برای اویا اومدگیم بیو.
нимно ама гурӯҳи рамазонпуран 60 нафар зиёд 60 нафар короче. иҷара арафот меган ҷабалу раҳма ҷои зира мекӯра номаш ҷабали раҳма ай ҷое ки бовои одам ҳамроҳи момоҳаво вохӯрдагиан намҷа ҷабалу раҳма не гурӯҳи рамазонпур айни сумкачаҳои савзак доштагиё ауз гузар безана куда наздиктар мефармуд Кидошидан пацана? А? Пацана кидоши? кадом пацана Абой. да автобус хова чуа чуа Валла майда мекар. хов рафта автобуса номуда Майда мекарам. Шора мегузам. Ambil batu kerikil untuk persiapan jumroh besoknya tanggal 10 Zulhijjah. این پنجه مریم میگن این بینید پنجه مریم اینش برای مردها که زوریاتی مردها کوی مردی را زیاد میکنه
به عمر پیغمبر خدا، یعنی یک چیز رمزی ساخته شده است که پیغمبر خدا 63 سال عمر بوده. چیزا همین یک نشانه همیشه منوراش 63 متر کرد. اینا مسجد چی میگن؟ مسجدی نمیره. مسجد در زمان پیغمبر خدا شی من سیونکا میکنم. یک صحبت پیغمبر در مورد همون پیغمبر خدا را یا که همون پلاتکشون یا که وقتی که پلاتکشون در همون ساختن از درون همون کفای که خیبرشون صحبت میکردن با همون عددی که عددشون 124,000 صحابه نبی الله علیه. خب در این وقتی که حج کردن همین حج پیغمبر خدا را حج آبرون شما در عموم در اصل حج محترم پیغمبر نازنین محمد بن عبدالله علیه السلام در عمر مبارکشون یک بار حج فرضی کرده یعنی 4 مراتبه حج عمره. یک بار حج فرضی 4 مراتبه عمره. اون حج فرضی آخران سالشون در سن 60 سالگی حج کردن و در همین ایستاده موعظه کردن. در این موعظه کردن همون حج همون موعظه را حجت الوداع پیغمبر میگن. حج وداعی پیغمبر خطبه یا موعظه وداعی پیغمبر. وداع چی است؟ خیر خوش. ولی کسی وداع میکنه خیر خوش کنی آخران صحبت، چون که در همینجا آخران صحبتش در در اون سال شده مسلمانی که امروز امسال پیغمبر خدا حج فرضی میکنن گفتن کسی که دارنده بود آمدن در اینجا با پیغمبر خدا ایستادن و خاطر که حج فرضی را انجام بدن و اون چهره مبارکه را ببینن و منزلت صحابگی را اثبات کنن. خوش و بحال شد و در اونجا پیغمبر خدا خلاصه احکام شریعت اسلام گفتن. حق زن شوهری، حق برادری، حق خویش و تباری، حق مال، حق زکات و مال دیگر اینها را بیان کردن. در آخر سخنشان یک را گفتن که همون امت چه ذکر کرد گفت لعلی لا القاکم بعد آمین که شاید بعد امسال کسی شما زمان نخواهد. پیغمبر ما و صحابه گفتن چی؟ شاید بعد امسال کسی شما دیگه با نخواهد و با خوردن ما و شما گفتن